درود خدمت شما همراهان عزیز. زیبا کریمی هستم با ترفند دیگه ای از خیاطی. این شلوار دور کمرش رو میخوان 4 سانت کوچیک کنن. دور کمر رو 4 سانت بزرگه ما میخوایم کوچیک کنیم. پس 2 ساسون 2 سانتی ما داریم. ساسون رو ما تو پهلوها نمیدوزیم هیچ وقت، چون کمر مشتری رو اذیت میکنه. ساسون ها رو ما میبریم قسمت پشت شلوار و توی قسمت قوس کمر قرار میدیم. برای اینکه زیبایی کار بیشتر باشه بهتره که ساسون ها رو به این شکل قرار بدیم که دیدش برای شما دوستان راحت تر باشه. ساسون ها رو ما توی این قسمت دوخت میزنیم. تو قوس کمر 2 ساسون میزنیم به این شکل که برای زیبایی کار جیب رو در نظر بگیرید. اندازه جیب هر چقدر که هست تقریبا 16 توی اون قسمت دوخت بزنید، یعنی درز دوخت بیفته فاصله ما بین جیب 8 سانت. در راستای همین به سمت بالا ادامه بدید. همین علامت ها رو توی قسمت داخل شلوار کپی میکنیم به این شکل که چند تا سوزن تگرد توی این قسمت قرار میدیم. همین طرف اینطوری خیلی سریع تره و نیاز به اندازه‌گیری خاصی نیست. سوزن تگردها رو که دیدید خط دوخت رو به ما نشون میده. همین رو کپی میکنیم. پایان ساسون رو قبل از درب جیب قرار میدیم که جیب کیس وای نسه و ایستایی توی کمر خیلی بهتر و شکیل تر باشه. به این شکل 1 سانت اینور و 1 سانت این طرف ساسون. اگر میتونید بدون علامت بدوزید، اگر نه که میتونید با صابون برای خودتون علامت گذاری کنید. پس 1 سانت این طرف 1 سانت اون طرف و به نوک ساسون یعنی ابتدای جیب ختم میشه به این شکل. سوزن تگردها رو در میاریم و میبریم برای چرخکاری. خب الان آوردیم کار رو برای چرخکاری که دوخت بزنیم ساسون رو. نکته اولی که باید در نظر بگیرید این هستش که سوزن رو متناسب با پارچه‌های لی انتخاب کنید، از سوزن‌های شماره 16 و 18، چون سوزن هر چقدر ظریف باشه توی قسمت ضخیم شلوار لی که میرسه میشکنه یا دوخت نخ پاره میشه تون تون. نکته بعد این که دوختمون رو از انتهای ساسون شروع میکنیم، چون قسمت نازک یا ظریف‌تر شلوار لی هستش. کار رو زیر چرخ قرار میدیم. دوخت محکم کاری یا سرقائمه رو میزنیم. وسط ساسون رو قرار میدیم. روی 1 سانتی ها دوخت میزنیم به این شکل. قسمت ها رو محکم تر کمی توی این قسمت به خاطر اینکه بهتر حرکت کنه زیر کار پیش بر خودمون کار رو کمک میکنیم، یعنی به سمت چرخ هل میدیم. دوباره این قسمت کمی پایه رو بلند میکنیم و انتهای ساسون رو محکم کاری میکنیم. بهتره که این محکم کاری یا دوبار چرخ کردن رو تا انتهای ساسون قسمت کمری برگردونید که زودتر پاره نشه.
دوخت بعدی رو انجام میدیم. سوزن تا گردا رو خارج میکنیم. تا رو طبق علامت هایی که زدیم انجام میدیم. قسمت انتهای ساسون زیر چرخ قرار میگیره. محکم کاری میکنیم. قسمت ها پایه رو بلند میکنیم تا بتونیم بهتر رد کنیم کار. محکم کاری لازمه رو انجام میدیم. بعد از دوخت کمری و ساسون ها کار رو میبریم برای اتو. کار رو به این شکل آماده میکنیم و زیر اتو قرار میدیم. بخار میزنیم. اگر میز مکش دارید میتونید از میز مکش استفاده کنید. اگر ندارید باید از یک وسیله سنگین یا همون اتوی سنگین استفاده کنید. خب ساسون بعدی رو همین شکل به سمت درز وسط میخوابونیم و اتوی سنگین رو قرار میدیم. به این شکل خروجی کار هستش. ممنون از نگاهتون. تا ترفند بعدی.